استوری تیکه دار میذاری تا اونی که ناراحتت کرده متوجه بشه. اون اگه فهم داشت ناراحتت نمی‌کرد. اگه یه مانیشت بزنه میفتی دنبالش که اثبات کنی بهش که ببین با من چی کار کردی، ببین چجوری منو زخمی کردی، چه آسیبی به من زدی. نه، ازش دوری میکنی، ازش فرار میکنی. از این جور آدم رو فرار کنید. جواب سلام این آدم رو ندید، جواب پیامشون رو ندید، جواب تماسشون رو ندید. به فکر پادزهر باشید تا سم کل وجودتون رو نگرفت. خیلی ها تو زندگی ما هستن که سم پاشی میکنن، تو ذهن ما سم میریزن، با آدم های سمی ارتباط نداشته باشیم. تو زندگی همه ما هستن عزیزان. این که بگیم این نزدیک منه، این اینطوری نیست. قبول کنید شما یک بار به دنیا اومدید، فقط یک بار اومدید، هیچ وقت یه تکرار نخواهد شد. ثانیه به ثانیه این زندگیتون ارزشمنده و این رو با انسان‌های سمپاش، انسان‌های بیمار از دست ندید.